عبدالله بن مسعود میفرماد رفتم پیش رسول الله علیه السلام، سال دیدم بسیار شدیداً تب کرده است، شدید. گفتم یا رسول الله شما خیلی تب کردید. گفت بله من 2 برابر شما تب میکنم، یعنی تب کردن من، سختی بیماری من 2 برابر شما است. گفتم یا رسول الله چرا؟ به خاطر اینکه اجر و پاداش شما بیشتر است. فرمود بله چون ما اجر و پاداش شما هم بیشتر است. انبیا که گناهی نداشتن، معصوم بودن، برای آنها بالا رفتن درجات است. یک دوم که الله متعال نشان دهد که آزمایش در دنیا وقتی من بنده ای را آزمایش میکنم به این معنا نیست که با او مشکلی دارم، به این معنا نیست که آدم بدی است، به این معنا نیست که گناهکار است. مگر انبیای الهی که معصوم بودن چه گناهی کرده بودن؟ ابراهیم علیه السلام رو شما ببینید مشکلات و سختی هایی که تحمل کرده است در طول زندگی. با آیاتی در قرآن بهش اشاره میکنه، میپردازیم در سوره بقره. آیات بسیار لطیفی است در حکایت صفا و مروه. و نوح علیه السلام رو شما میبینید که چگونه سختی میکشد، 950 سال مشکلات و سختی ها و فرزندش چو پیش چشمش غرق میشود، همسرش غرق میشود. لوط علیه السلام رو میبینید که همسرش غرق میشود. یعقوب علیه السلام رو شما ببینید که فرزند او از بین فرزندان او چه مشکلاتی با هم پیدا میکنن، یک فرزند رو به چاه میاندازن. یوسف علیه السلام گم میشود و میرود و بین رفتن تا آمدنش برخی از مفسرین گفتن 50 سال، بعضی گفتن 80 سال فاصله افتاد بین یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام. در فراق یوسف علیه السلام اشک میریزد و کور میشود. خود یوسف علیه السلام به چاه افتاد، وارد برده شد، فروخته شد، وارد قصر شد، متهم شد، به زندان افتاد. آیا اون لحظاتی که یوسف علیه السلام در زندان بود و 7-8 سال در زندان گذشته است، درست. یوسف علیه السلام زیباترین انسان زمانه خود، بلکه از زیباترین های تاریخ بشر که رسول الله علیه السلام فرمود که در شب معراج که ایشان را دید، رسول الله علیه السلام با آن جمال فرمود که من در تعجب ماندم. الله متعال نصف زیبایی های دنیا را به این آدم داده بود، به یوسف علیه السلام. کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، پیامبری که پدرش پیامبر، پدر بزرگش پیامبر، پدر پدر بزرگش پیامبر، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، 4 نسل پیامبر است. این انسان برادرانش او را به چاه میاندازند، از 13-14 سالگی برده می شود، فروخته می شود، متهم می شود، به زندان می افتد، 8 سال در زندان، 9 سال در زندان است. یک نفر نیامده بگوید من با یوسف ابن یعقوب ملاقاتی دارم. 8 سال در زندان یک ملاقاتی نداشت، نه برادر، نه خواهر، نه پدر، نه مادر، نه دوست، نه آشنا، متهم به خیانت به مادرخوانده خودش در زندان افتاده است. با آن جمال و نازنینی چه جرمی کرده؟ آیا الله متعال یوسف رو دوست نداشت؟ آیا یوسف علیه السلام پیامبر الله متعال نبود؟ آیا زیباتر از یوسف علیه السلام در زمانش وجود داشت؟ الله متعال آزمایش میکند تا به ما نشان بدهد که ای بنده من، تو هر چی زیبا باشی از یوسف که زیباتر نیستی. درست. ببین اون چطور صبر کرد، چطور امتحان پس داد، چطور آزمایش رو در برابر وسوسه ها یک زنی شوهردار به نام زلیخا که او وسوسه کرد. تسلیم نشد، حاضر شد به زندان برود اما تسلیم نشد. این امتحان ها رو همه رو پس میداد. بعد نتیجه همه اینها صبر و استقامت، یک دفعه از زندان می آید به تخت پادشاهی می نشیند. استاد از این گفتار اخیرتون یک سوال خیلی خوب من جواب گفتین که مال و منال و برکت ملاک دوستی و رحمت رب نیست بلکه آزمایش است. یک نکته بسیار مهم. درست. در نقطه مقابل ما میبینیم از یک طرف اولیای الله متعال اینطور در سختی ها و مشکلات قرار میگیرند. بله. از طرف قارون را ما داریم، موسی علیه السلام، خود موسی علیه السلام، حالا قارون و فرعون. بله. موسی علیه السلام وقتی به دنیا می آید طفل است، شیرخوار، می آیند که سر او را ببرند، مادر او را می اندازد به آب، می رود در قصر، بزرگ می شود. آزمایش از دوران کود، از کودکی حتی، و سختی هایی که تحمل کرد و مجبور شد یک جای نخواسته که را مشتی زد و مرد. بعد فرار کرد، رفت، فرار کرد، پای پیاده فرار کرد از مصر تا مدین و 10 سال چوپانی کرد. موسی علیه السلام کسی است که با الله متعال بدون واسطه صحبت کرده است. یکی از 5 انسان برتر روی زمین است. درست. این انسان نازنین چنان سختی میکشید، 10 سال چوپان بوده، چوپان. بعد از اون که برگشت
در مواجهه با فرعون چه مشکلات، چه سختی ها، چه مصیبت ها، چه رنج ها، چه تهدید ها، چه اهانت ها، از دست خود بنی اسرائیل چه ها که نکشید. چه ها که نکشید از دست بنی اسرائیل، چون بسیار از بنی اسرائیل ایمان نیاورده بودن به موسی علیه السلام. بله. الله تعالی میفهمد فما آمن لموسی الا ذریه من قومه، یک عده بسیار اندکی با ایمان آورده بود. و فرعون چطور تحمل میکرد در همون روزهایی که موسی علیه السلام غذایی برای خوردن نداشت، قارونی بود که الله تعالی میفهمد کلیدهای گنجهای قارون را وقتی که شما یک گروهی نیاز بود تنومند تا فقط کلیدهای گنجهای قارون رو از منطقه به منطقه دیگری منتقل کنند، نه خود گنجها، کلیدهای گنجهای قارون. درست. و فرعون رو ما میبینیم در آن ناز و نعمت. این مقایسه الان موسی علیه السلام در این مشکلات و سختی ها و مصیبت ها و غم و اندوه و نداری و فقر و قارون با آن ثروت، ان قارون کان من قوم موسی، الله تعالی میفهمد از خود قوم موسی هم است. بله. و فرعون و هامان رو میبینیم. خب حکایت چیست؟ الله متعال یک نکته لطیفی هست. الله متعال در سوره مبارکه انعام میفرماید که من برای امتهای گذشته پیامبرانی فرستادم و اونها را آزمایش میکنم و ابتلا کردم. درست. تا این آزمایش ها و ابتلاعات سبب بشود که اینها به اشتباه خود پی ببرند، برگردند. شما انشاءالله که باز ازدواج بکنید و فرزندی داشته باشید، پدر بشید انشاءالله، و عزیزانی که پدر هستن و مادر هستن صحبت منو بیشتر متوجه بشه. وقتی فرزند انسان یک مقداری بازیگوشی میکنه، پاره جگر شماست، پاره تن شماست، او را دوست دارید، وقتی که یک مقداری رشد کرد و بیادبی کرد شما رو تنبیه میکنید. به خاطر چی؟ چون او رو دوست دارید، چون نمیخواهید که در مسیر بد قرار بگیره. مریض میشه، او رو شما میبرید دکتر، آمپول میزنید. خدای نکرده نیاز داشته باشه به این که جراحی بشه، تیغ برمیدارید بدن او را میبرید. درست است یا نه؟ زخم هست یا نیست؟ چرا این کارا رو میکنید؟ چون او را دوست دارید، چون میخواهید که او را از این مسیر، از این بیماری نجات بدهید، برگردانید. اگر پدری به فرزند خود سیلی بزند به خاطر چی هست؟ برگرده. الله متعال میفهمن بعضی وقتها ابتلا و آزمایش میفرستم لعلهم یتضرعون، تا باشد اون کسانی که از من دور شدن، اون نعمت ها اونها رو فریب داده، خدا رو فراموش کردن، دین رو فراموش کردن، آخرت رو فراموش کردن، این سختی سبب بشه که اون برگردد. یک وقتی هست که نه، این انسان دیگه چنان دور رفته این چیزا هم سرش نمیشه.